چرا مردان گوگلی، اون مردانی که فمینیست هستن، آقایونی که در فمینیست شدن گوی سبقت رو از زنها رو بودن، چرا اونها تو جذب زنان موفق نیستن؟ مردانی که حتی به خاطر زنان ضد مرد میشن. احتمالا نمونهشو دیدی تو شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاده. چون اینها از قطب خودشون حرکت میکنند و در قطب مقابل حل میشن و اینجا مسئله دو قطبی از بین میره. وقتی این اتفاق میفته، خواه ناخواه اون آقا رفتاری زنانه پیدا میکنه. آقایونی که توی فمینیست شدن از زنها جلو میافتند، تلاش میکنند از طریق ایستادن در سمت زنانه، این بی خطر بودن خودشون، خوب بودن خودشون، حمایتگریشون، تمام اینها رو توی یه پکیج بکنند و به اون خانم مورد نظر بفروشن تا به این وسیله بتونن جذبش کنن. و اتفاقا اینجا همون جاییه که مسئله پدیدار میشه. این رفتار نه تنها برای قالب زنها جذاب نیست، بلکه به معنای ریاکاری هم هست. زنها اینو میفهمن و سردشون میکنه.